صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى الامام التقی النقی. امام رضا علیه السلام رو وقتی که از مدینه به اجبار مأمون احضار کرد به خراسان، چندین هزار دانشمندی که تو نیشابور آمدن با قلم و دواتها برای اینکه حدیثی رو به اصرار از امام رضا علیه السلام خواستن از جدشون پیغمبر اکرم نقل بکنن. علمای سنی نیشابور و حضرت اون حدیث سلسله الذهب رو بیان کردن که کلمت لا اله الا الله حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی. کلمه لا اله الا الله دژ و قلعه منه، هر کسی وارد کلمه لا اله الا الله بشه، وارد دژ من بشه، این از عذاب من در امانه. بعد حضرت سرشون رو کردن تو کجاوه و کجاوه به راه افتاد. یه چند قدمی که کجاوه رفت و مردم با چشمشون داشتن بدرقه میکردن امام رضا علیه السلام رو، حضرت دوباره دستور توقف دادن، سر از کجاوه بیرون آوردن، فرمودن به شرطها و شروطها و انا من شروطها، که کلمه لا اله الا الله به شرطی دژ من است و هر که وارد او بشود از عذاب من در امان است که من علی ابن موسی الرضا رو و ولایت رو بپذیرم. خب کلمه لا اله الا الله حصن من است، دژ من است. خب این لا اله الا الله یعنی حقیقت توحید. یعنی چی؟ توحید یعنی یکی ساختن، یکی شدن. موحد کسی است که خودش شده باشه لا اله الا الله، نه اینکه اقرار زبانی به لا اله الا الله کرده باشه، خودش شده باشه حقیقت لا اله الا الله، فانی در لا اله الا الله شده باشه. خب به این حقیقت توحید، به این مرتبه بلند از لا اله الا الله نمی شود رسید، یعنی به اون توحید و یگانگی با ذات مقدس حق هیچ کسی نمی توانه برسه مگر از راه محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام. چون اهل بیت علیهم السلام با حقیقت حق یگانه، اونها با حقیقت حق یگانه. یگانگی در فعل به تنهایی نه، یگانگی در صفت به تنهایی نه، یگانگی در ذات. پیغمبر اکرم فرمود علی ممسوس به ذات الله، به یگانگی در ذات با حضرت حق رسیدن. اون وقت اینهان که می توانند واسطه رسیدن ما به حقیقت توحید بشن، تحقق ما به حقیقت لا اله الا الله بشن. از راه محبت اونها، از راه ولایت اونها ما میتونیم به حقیقت لا اله الا الله متحقق بشیم و خودمون بشیم لا اله الا الله، خودمون بشیم لا اله الا الله، یعنی به مقام فنای در حق متعال برسیم و خودمون بشیم لا اله الا الله. در واقع اهل بیت که خلیفه خدا هستند، اونها از طرف خدا مأمور یگانه ساختن خلقند با خدا. اونها آمدن که خلق رو با خدا به یگانگی برسانند. خودشون هم در عالم یگانه، خودشون هم در عالم یگانه اهل بیت علیهم السلام. توحید یعنی یگانه شدن با مبدأ و این محقق نمی شود، قابل نیل و دستیابی نیست مگر از راه محبت و ولایت اهل بیت علیهم السلام به شرطها و شروطها و انا من شروطها.